تو این ویدیو براتون 3 تا ایده آوردم که خیلی سریع مانیتایز میشه. یعنی اگر ویدیوهای خوبی بسازین، این ایده ها زیر 90 روز مانیتایزه و میتونین یه چنل رو به راحتی باشون به درآمد برسونین. اولین ایده آشپزیه، ولی نه آشپزی معمولی، آشپزی برای کودکان. یعنی چه جوری؟ یعنی تو این سبک ویدیویی که داریم میبینین یه بچه فامیلی، بچه خودتون پیدا کنید و حالا فرایند آشپزی بهتون کمک کنه. این سبک ویدیوها چه تو یوتیوب فارسی چه تو یوتیوب انگلیسی به شدت میترکونن و اگه یکی از ویدیوتون وایرال بشه دیگه اون چنل افت نمیکنه و بازدیدهای به شدت بالایی میتونید ازش داشته باشین، مخصوصا تو یوتیوب انگلیسی. برای مثال همین ویدیو 2.4 میلیون بازدید داشته. این یه ویدیو رندوم از داخل خود یوتیوب پیداش کردم. ایده بعدی ایده معرفی محصولات آرایشیه. این ایده تو اینستاگرام به شدت زیاده و کلی پیج هست که این کار رو انجام میدم، ولی تو یوتیوب من ندیدم تو یوتیوب فارسی کسی این کار رو انجام بده و حس میکنم جاش خالیه و اگر کسی تو این زمینه فعالیت کنه جای پیشرفت داره. نمونه چنل این سبک ویدیو تو یوتیوب انگلیسی خیلی زیاده. یکیش همین خانوم که داریم میبینین، بازدیداش هم بازدیدای میلیونیه تقریبا بیشتره بازدیداش و این خانم فکر کنم مسلمون هم باشه، ولی تو یوتیوب فارسی من ندیدم خودم شخصا، ولی مخاطبای خودشو داره. یعنی اگه کسی بخواد این ایده رو شروع کنه شاید یه مقدار طول بکشه، ولی 100% جواب میده و مخاطبای خودشو داره تو یوتیوب. ایده بعدی هم تو یوتیوب فارسی جواب میده هم تو یوتیوب انگلیسی و شما میتونید هم با تصویر خودتون این ایده رو اجرا کنین، هم بدون تصویرتون میتونید فقط تصویر دستتون رو بذارین و صورتتون نباشه. اینجوریه که آموزش شعبده بازیه و شما یه شعبده بازی حالا انجام میدی و در نهایت بعد از اینکه انجام دادی میتونید آموزش اون رو بذارید. این الان این آقایی که این ویدیو داره میگیره تصویر صورتش نیست، درسته مثلا کمر به پایینش هست ولی صورت خودش رو نشون نمیده تو ویدیو. بازدیدش هم همونطور که میبینید بازدید میلیونیه دیگه، 28 میلیون، 14 میلیون، 10 میلیون. از این ایده میشه ویدیوهای شورت خیلی خوبی هم در آورد. اگه بخواید چنل شورت بزنیدم این ایده جواب، مخصوصا تو یوتیوب انگلیسی. ولی خب ویدیوهای لانگ هم جواب میده، میتونید ویدیوهای لانگ هم بگیرین. ترجیحاً این ایده رو روی یوتیوب انگلیسی اجرا کنید بهتر جواب میده، ولی خب روی یوتیوب فارسی هم به مرور، نه به سرعت یوتیوب انگلیسی، ولی به مرور میتونید چنلتون رو مانیتایز کنید و درآمد خوبی ازش داشته باشین. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. منتظر ایده بعدی هم باشین.